سلام و درود خدمت کاربرای عزیز، امید که جور و صحتمند باشین. امروز در ویدیو برای شما طریقه چک کردن بسته اینترنت و همچنین طریقه تبدیل کردن پسورد وای فای به معرفی گرفته شده. از طرف تیم مسئول موبینت قبلا لینک های برای شما فرستاده میشه که از طریق از لینک های یکیش مربوط چک کردن بسته اینترنت است و همچنین لینک دیگر مربوط طریقه تبدیل کردن پسورد وای فای است. در این قسمت ما واتساپ خود باز میکنیم. البته این لینک ها که از طریق واتساپ برای شما چی میشه فرستاده میشه. خب حساب خود این قسمت باز میکنیم. لینکی که مربوط راوترتان میشه در این قسمت شما کلیک کرده داخل براوزر میشه و برایتان یک صفحه نمایش داده میشه که شما پسورد میخوای. برای از اینکه شما داخل سیستم راوتر شوین در قسمت لاگین پسورد مربوطه را در قسمت وارد میکنید که پسورد قبلا از طرف تیم مسئول برایتان انداخته شده، قبلا ست شدم و بعدش لاگین کلیک میکنم داخل سیستم راوتر میشم. کاربرای عزیز در داخل سیستم راوتر که است موضوعات زیاد است که ما مهمترین ها را برای شما در نظر گرفتیم. یکی وای فای نیم است که شما در قسمت شما میتونین نام وای فای تان تبدیل کنین. این نام کست اختیاری است و همچنین چیز دیگر به نام وای فای پسورد است که بسیار مهم است که یاد بگیرین چگونه پسورد وای فای خود در قسمت تبدیل کنین. پسورد وای فای خود در قسمت میندازین که از 8 کرکتر باید کم نباشه. بعدش در این قسمت لاگین اوکی کلیک کرده پسورد و نام وای فای تون چی بشه ذخیره میشه. و بخش دیگر در قسمت سیستم راوترتون است یوزر منیجمنت است که در این قسمت شما میتونید دیوایس هایی که به وای فای تون وصل است و از اینترنت استفاده میکنه میتونید مشاهده کنین و همچنین اینجا میتونید شخص را بلاک کنید که از اینترنت استفاده نکنه. در قسمت اکسس کنترل بٹن ها که فعلا فعال است یکیش را به صورت مثال در نظر میگیریم اینجا غیر فعال میکنیم. بعدش اوکی کلیک میکنیم چی میشه که دسکتاپ بده. در اینجا چی شده بلاک شده نمیتونه از اینترنت استفاده کنه. همچنین از وای فای هم چی شد خارج شده. برای از اینکه بخواد که از اینترنت استفاده بتونه و با وای فای واصل شده بتونه بعدش اینجا ما در قسمت ادیت تو بلاک لیست اینجا چی میکنیم میرم از قسمت از ریموف کلیک میکنیم بعدش اوکی کلیک میکنیم چی میشه از جمله دیوایس میشه که میتونه از اینترنت استفاده کنه. این موضوع شد مربوط به سیستم راوترتان مشتری گرامی. برای از اینکه شما بسته تان چک کنین کدام بسته فاشته از بسته که فعال کردین چه اینترنت باقی مانده مصارف روزوار هفته وار خود میتونید در کنارش چک کنین. اینجا یک لینک از طرف تیم مسئول براتون روان میشه. البته اینجا بعضی موارد دیگه همراهش روان میشه که یوزرنیم پسورد است. در قسمت یوزرنیم که است عدد 4 رقمی برای هر کاربری عدد 4 رقمی متفاوت است و همچنین در قسمت پسورد عدد 4 رقمی به علاوه ایکس وای زد اضافه میادش لاگین کنیم داخل سیستم میشه که شما میتونید بستتون چک کنید. بعدش این در قسمت اوپن کلیک کرده اینجا. البته اینجا در خود برنامه که شما میتونید بستتون چک کنین هدایت هم داده شده که چگونه از این برنامه استفاده کنین. خب در قسمت اینجا را کلیک کنید کلیک میکنین کاربرای محترم. در قسمت یوزرنیم ما به صورت مثال یک یوزر در نظر می 87 43 و همچنین در قسمت پسورد 87 43 XYZ میمونیم. بعدش لاگین کلیم داخل سیستم که بسته تونیم چک کنید داخل سیستم میشم. در قسمت چند نکته اصلی در قسمت یوزر کنترل پیج است. یکی کدام بسته شما فعال کرده کدام بسته براتون فعال شده. اینجا میتونید چک کنین سروایس پلان نیم بسته برای کاربر ما بسته 100 جی بی فعال شده. شما میتونید به این شکل بسته خود چک کنید و همچنین سرعت بسته است که بسته چقدر سرعت داره. سرعت دانلودش است 10240 کیلوبایت است که برابر میشه به 10 ام بی و همچنین 10240 کیلوبایت آپلود میرسه برش که 10 ام بی آپلود داره. و همچنین چیز دیگری که بسیار مهم است برای کاربرا باقی مانده اینترنتشان است که از بسته که فعال کرده چقدر اینترنتشان باقی مانده اویلیبل توتال ترافیک به این شکل میتونن اینترنت خود چک کنن. و بعضی معلومات های دیگر در مورد خود مشتری است نام مشتری است آدرسش است و همچنین مربوط کدام ولایت میشه است به این شکل. و دیگه موضوع چک کردن بسته اینترنت شد و درس ما به اینجا به پایان میرسه و من الله توفیق.